تا به حال براتون سوال نشده بود که بعد از طوفان حضرت نوح دقیقاً وقتی که زمین خالی از هر موجود زنده‌ای شده بود، چه موجوداتی بر روی کره زمین سکونت پیدا کردند؟ در آن زمان خداوند مردمانی رو که به پروردگارشان کافر شده بودند و در مقابل نشانه‌های الهی و راهنمایی‌های پیامبرشان حضرت نوح چشمان و گوششان را بسته بودند، در آب غرق کرد تا درس عبرتی باشد برای سایر بندگان. اما بعد از این ماجراها این قوم احقاف بود که بر روی کره زمین سکونت پیدا کرد. غول‌هایی که بعد از طوفان حضرت نوح بر روی زمین ساکن شدند و سرنوشت عجیبی داشتند. آنها مردم قدرتمندی بودند که تا الان زمین مردمانی به قدرت و هیکل آنان به خود ندیده است. ولی متاسفانه آنها خیلی طول نکشید که به پرستش بت‌ها و کفر به خدای یگانه روی آوردند و برای همین خدا برای آنان پیامبری فرستاد. ولی این قوم در برابر فرمان پروردگارشان سرکشی کردند. پس خدای متعال سخت‌ترین عذاب رو به خاطر کفرشان به آنها چشان و با شدیدترین هلاکت از روی کره زمین محوشان کرد. اما مردم احقاف که یک سوره کامل در قرآن کریم به نام آنها نامگذاری شده چه کسانی هستند و چرا این نام رو به اونها دادن و چه بلایی سرشون اومد؟ اما قبل از تماشای این ویدیو از شما همراهان عزیز یک خواهش دوستانه دارم. برای تولید و جمع‌آوری این اطلاعات و تهیه این ویدیوها زحمت‌های فراوانی کشیده میشه و من به نمایندگی از تیم آمازون تیوی از شما خواهش میکنم برای اینکه خستگی این کار از تن تیم ما بیرون بیاد، حداقل این ویدیو رو لایک کنید و نظر خودتون رو حتی در حد یک ایموجی برای ما کامنت کنید و این کار شما قطعاً برای ما خیلی خیلی ارزشمنده. داستان ما از جایی شروع میشه که خداوند متعال بنا به رحمت خودش حضرت نوح علیه السلام و تعدادی از پیروان این پیامبر الهی رو که با اون در کشتی بودن نجات داد. این مردم مدتی رو در توحید و یکتاپرستی زندگی کردند و شکر خدای متعال رو برای این نعمت به جای آوردند. اما پس از گذشت سالیان متمادی و پس از فوت پدران و اجداد و بزرگان اونها، حالا نسل تازه‌ای از اون افراد بر روی کره زمین زندگی می‌کرد که دستورات پدرانشون رو فراموش کرده بودن و از خاطر برده بودن. اما در همین زمان گروهی از مردم در محلی به نام حضرموت بر روی کوهی از جنس شن و ماسه زندگی می‌کردند که این کوه بین حضرموت و عمان قرار داشت و به همین دلیل به این مردم قوم احقاف یا قوم عاد می‌گفتند. این سرزمین مشرف به دریا بود و خداوند بنا به رحمت خود چشمه‌های فراوانی از آب رو به سمت این سرزمین سرازیر کرده بود و به وسیله همین چشمه‌ها زمین‌های آن منطقه بسیار آباد و حاصلخیز بود. برای همین مردم آن سرزمین از نعمت‌های زیادی برخوردار بودند و از نظر جسم و هیکل نیز از سایر مردم بسیار درشت اندامتر و قوی هیکلتر بودند. و اگر امروزه آثاری از زندگی غول‌ها بر روی کره زمین می‌بینیم، مربوط به همین قوم هست. همین فراوانی نعمت و قوی‌تر بودن نسبت به سایر مخلوقات باعث شده بود تا آنها غرور کاذبی داشته باشند و به سایر مردم زور بگن و ظلم بکنند. آنها به جای اینکه بابت این نعمت‌ها خداوند رو شاکر باشند، بت‌هایی رو ساخته بودند و به خاطر این نعمت‌ها از اون بت‌های سنگی و چوبی تشکر می‌کردند و هرگاه خیری به آنها می‌رسید، آنها به بتکده خودشان می‌رفتند و بت‌ها را شکر می‌کردند و هرگاه بدی به آنها می‌رسید، دست یاری به سمت بت‌هایی دراز می‌کردند که خودشان درست کرده بودند. برای همین بود که خداوند حضرت هود رو از میان خودشان که اون رو میشناختند و به زبان خودشون با آنها سخن میگفت به سویشان فرستاد. حضرت هود تمام تلاشش رو میکرد تا قوم خودش رو از پرستش بت و شریک قرار دادن برای خداوند یکتا منصرف بکنه.
اما قوم اون به خاطر نعمت‌هایی که خدا به آنان داده بود به خودشان مغرور شده بودند و گوشی برای شنیدن حرفهای پیامبر الهی نداشتند. آنها پیامبر الهی را مسخره می‌کردند و او را یک دروغگو می‌دانستند و برای حضرت هود هیچ احترامی قائل نبودند. حضرت هود علیه السلام سعی می‌کرد با یادآوری نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده بود آنها را دعوت به شکر درگاه الهی بکند و به آنها متذکر شود که بعد از قوم نفرین شده حضرت نوح خداوند آنان را بندگان برگزیده بر روی زمین قرار داده و از شرک و بت پرستی نکوهش کرده. ولی چه فایده که شیطان در دلهای آنان نفوذ کرده بود و چون اندامی بزرگتر و قویتر از سایر بندگان داشتند به زورگویی و ظلم خودشان بر روی زمین ادامه می‌دادند. درگیری بین قوم حضرت هود علیه السلام و قومش ادامه یافت و هرچه روزها بیشتر می‌گذشت مردم این قوم بر تکبر و لجاجت و کفر و شرکشان بیشتر افزوده می‌شد. اما حضرت هود با این حال دست از دعوت قومش به یکتاپرستی و بیان نشانه‌های خداوند و یادآوری نعمت‌های الهی به آنان دست بر نداشت تا اینکه در قرآن کریم سوره هود چنین آمده: آنان از حضرت هود خواستند تا معجزه‌ای روشن برای آنان رو کند تا آنها نیز دست از عبادت بت‌هایشان بردارند. اما وقتی که حضرت هود معجزاتی رو برای آنان نشان داد آنها حضرت هود را مجنون و جادوگر خطاب می‌کردند و می‌گفتند که او یک دروغگوست تا اینکه بر حضرت هود مسجل شد عذاب این قوم سرکش و کافر حتمی است. حضرت هود به قومش گفت خداوند یکتا بندگان کافر و گمراه رو عذابی سخت می‌کند، هرچند که آنان غول و دروشیکل باشند و خداوند بر هر کاری تواناست. اما قوم حضرت هود به ایشان گفتند تو چطور ادعا داری که پیامبر ما هستی در حالی که هرچه ما میخوریم تو نیز میخوری، تازه شاید به خاطر فقر کمتر و ضعیفتر از ما بخوری. ما در ظروف و جامهای طلا غذا و نوشیدنی میخوریم اما تو در ظروف کهنه و زنگ زده غذا میخوری. پس تو چه چیزی در خودت میبینی که فکر میکنی تو بر حق هستی و ما باطل هستیم؟ ما چگونه میتوانیم از انسانی مثل تو اطاعت کنیم در حالی که از همه نظر از ما ضعیفتر هستی؟ ظاهراً مردم سرزمین احقاف در رسیدن به عذاب الهی عجله داشتند و با وجود اینکه حضرت هود تمام تلاشش رو برای هوشیار کردن اونها کرده بود ولی هیچ فایده این نداشت و آنها در لذت‌های دنیایی طوری غرق شده بودند که انگار قرار است جاودانه در این دنیا زندگی کنند. روزی بزرگان احقاف با حضرت هود درگیر شده بودند و به ایشان گفتند مگر تو نمیگویی که برای ما عذابی سخت از سمت خداوند در انتظار است؟ پس به جای اینکه ما رو به یکتاپرستی دعوت کنی برو و دعا کن که عذاب خدایت زودتر به اینجا برسد. روزها و ماهها از این ماجرا گذشت و خشکسالی بی سابقه‌ای بر سرزمین احقاف چیره شده بود. بزرگان قوم عاد هرچه در پیش بت‌هایشان خواهش و التماس می‌کردند فایده این نداشت و برای همین روزی به سراغ حضرت هود رفتند و به او گفتند خدایان از دست تو عصبانی هستند و به همین دلیل هست که این خشکسالی سرزمین ما را احاطه کرده. اگر که تو توبه کنی و ایمان بیاوری خدایان دوباره بر ما لطف می‌کنند و زمین‌های ما حاصلخیز می‌شود و ثروت دوباره به این سرزمین برمیگردد. اما حضرت هود فرمودند اگر نعمتی بوده هست از جانب خداوند یکتا بوده و از خدایان چوبی و سنگی شما کاری ساخته نیست، پس به درگاه خداوند توبه کنید تا خداوند نعماتش را به شما برگرداند. اما مردم احقاف بر جهالت خودشان پافشاری می‌کردند و از نشانه هایی که خداوند برای آنها می‌فرستاد غافل بودند. تا اینکه یک روز دوباره درختانی که خشک شده بودند و زمین‌هایی که تا مدت‌ها در آن هیچ گیاهی سبز نشده بود متحول شدند. درختان زنده شدند و گیاهان سبز شدند و مردم از دیدن این اتفاق خوشحال و خرسند بودند و می‌گفتند که دوره خشکسالی تمام شده و حالا فصل باران و نعمت خدایان است.
ولی اتفاق عجیبی که به آن کمتر توجه میشد ابر بزرگ و سیاهی بود که بالای سرشان ظاهر شده بود. و خداوند در سوره احقاف آیه 24 می‌فرماید: پس هنگامی که عذاب را در آسمان به صورت ابری گسترده دیدند که به سوی درها و آبگیرهایشان می‌آید، گفتند این ابری بارانزا برای ماست و نعمت خدایان ما هست. ولی هود گفت نه، بلکه این همان عذابی است که برای رسیدن به آن عجله داشتید و در این ابر عذابی دردناک برای شماست. در همین لحظات بود که هوا ناگهان تغییر کرد و از خشکسالی شدید و گرمای شدید به سرمای شدید تغییر کرد و هر روز و هر ساعتی که می‌گذشت بر سردی و سختی آن افزوده می‌شد. مردم سرزمین احقاف به سرعت به سوی خیمه‌ها و چادرهایشان شتافتند و در آن را مهر و موم کردند، ولی نمی‌دانستند که از عذاب الهی راه فراری نیست. باد شدید و شدیدتر می‌شد و ستون خیمه‌ها از ریشه کنده می‌شد. باد به امر پروردگارش لباسها را پاره می‌کرد و پوستها را می‌درید و در روزنه‌های بدن نفوذ می‌کرد و مردم احقاف را از بین می‌برد و باد به چیزی برخورد نمی‌کرد مگر اینکه او را بکشد و نابود کند و به خاطر غضب پروردگارش او را هلاک کند و از بین ببرد. باد مردم را یکی پس از دیگری بلند می‌کرد و سپس آنها را بر زمین می‌کوبید به طوری که تکه تکه شوند و چیزی از بدن آن غول‌های عظیم و جثه باقی نماند. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: مسلماً عذاب خاری را در زندگی دنیا به آنها می‌چشانیم و عذاب آخرت خار کننده تر است و یاری نخواهند داشت. در منابع تاریخی بیان شده که عذاب خداوند بر قوم عاد در سرزمین احقاف 7 شب و 8 روز طول کشید و بعد از آن تمام روستا ویران شده بود. بعد از 7 روز و 8 روز اون باد به فرمان پروردگارش متوقف شد، همان گونه که به فرمان او آغاز شده بود و دیگر اثری از کافران در میان مردم هود باقی نمانده بود جز آنچه از درختان مرده خرما باقی مانده بود.